الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. رواه البخاری و مسلم. گذاشتن ریش بالای هر مسلمان واجب است. قسمی که از این ادله‌ای که خواندیم از این دانسته میشه. الله تعالی در آیت امر میکنه آنچه را که رسول الله صلی الله علیه وسلم براتان دادن و فعلا و قولا بیان کردن براتان، او را شما بگیرید و با او عمل کنید و از چیزی که منع کردن از او اجتناب کنید. و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما معرفی کردن که بهترین قدوه نیک است براتان، در فعلشان، در قولشان خوبترین قدوه هستند. آنچه را که رسول الله انجام دادن ما او را باید انجام بدیم و آنچه را که از او خودداری کردن و باید از او اجتناب کنیم. آیت های بیشماری تأکید به امر رسول الله صلی الله اطاعت امر رسول الله صلی الله علیه وسلم می کند و بیم میدهد از مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. امر رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل فعلشان، شامل قولشان است. چیزی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم در فعلشان به امتشان بیان کردن شریعت است، دین است، انسان او را بگیرد، از او مخالفت نکنه. و چیزی را که به قولشان بیان کردن و خوبی است که در ریش رسول الله صلی الله علیه وسلم قول و فعل هر دوشان جمع است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در زندگیشان ریش خود نتراشیدن و نه کوتاه کردن، تا آخر عمر ریش داشتن و ریش خود بسیار خوب تربیه میکردن، ریشی انبوه داشتن. و همچنان به قولشان تأکید کردن که ریش را بگذارید. حدیثی را که خواندیم از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما در صحیح بخاری و صحیح مسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: خالفوا المشرکین، شما مخالفت مشرکین را کنید. وفروا اللحى، تأکید میکنن که ریشه های خود خوب بگذارید، هیچ کوتاه نکنید. توفیر ریش امیر گفته میشه که در هیچ حالت انسان و هیچ طرفی از ایره نمیگیرد و خوب سعی میگذارد، خوب تربیه میکنه ریش خود. و احفوا الشوارب، و بروت های خود خوب قطع کنید. احفا گفته میشه خوب قطع کردن بروته. و در روایت مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: جزوا الشوارب، بروتای خود قطع کنید. مطلق قطع آمده. و ارخوا اللحى، و ریشه های خود بگذارید. خالف المجوس، اینجا امر به مخالفت مجوس شده. پس کل کردن ریش عادت یهود بوده، عادت مشرکین بوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم تأکید کردن که شما اینها را مخالفت کنید و امرای مخالفت تأکید کردن، امر کردن که ریشه های خود بگذارید. پس از دو تا امر به مخالفت و امر به گذاشتن ریش، این معلوم میشه که این امر رسول الله صلی الله علیه وسلم امری وجوبی است، قطعی است که انسان باید ریش خود بگذارد. اگر نگذاشت، قطع کرد یا کل کرد، باز گناهگار میشه. البته کل کردن، کوتاه کردن فرق میکنه. در این شکی نیست که کل کردن گناه کبیره است، چون مجوس مشرکین عادتشان این بود که ریشه های خود کاملا کل میکردن و بروتهای خود میگذاشتن و ما امر شدیم از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم که باید مخالفتی مجوس را کنیم. و اما کوتاه کردن حکم کل کردن نداره، یعنی گناه است، گناه کبیره نیست. چون از بعضی صحابه در بعضی حالات نقل شده که ریشای خود کوتاه میکردن، به خصوص عبدالله ابن عمر وقتی که عمره میرفتن از چیزی از ریش خود میگرفتن
و همچنان از ابو هریره و دیگر صحابه رضی الله عنهم از ابو هریره نقل شده که از یک قبضه به بالا را کوتاه میکردن. در این شکی نیست که این عمل اجتهادی صحابه بودن، مخالفی فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم و مخالف قول رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و هیچ وقت اینها را ما جرأت نمیکنیم که بگوییم مرتکب گناه کبیره شدن، چون اگر گناه کبیره میشد حتمی صحابه از این اجتناب میکردن، اما در تعویل خود اگر به اشتباه رفتن برشان از الله تعالی مغفرت میطلبیم و آنچه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم از فعل و قولشان به طریقه درست به ما رسیده به او عمل میکنیم و قول صحابه را و مخالفت از او را در اینجا او را میگذاریم. بعضیان قول کردن که کسی ریش خود اگر میتراشه در حقیقت زنی از او براش حرام میشود و باید تجدید نکاح کنه، بعد از اینکه ریش خدا میگذارد تجدید نکاح کنه. چنین فتوا فکر میکنیم که جرأت بالای الله و رسول است و مخالفت نصوص هست. انسانی که مرتکب گناه کبیره میشه، مرتکب گناه کبیره انسان از دایره اسلام بیرون نمیکنه. اهل سنت به اتفاق دارن کل کردن ریش در این شک نیست که به قول اکثر علما گناه کبیره است، اما از دایره اسلام بیرون نمیکنه، مانند زنا، مانند قتل، مانند گناه های کبائر دیگری از دایره اسلام بیرون نمیکنه. زنا انسان زن بالا انسان حرام نمیکنه، یعنی کسی زنا میکنه زن بالاش حرام نمیشه. چه جایی که اصلا ما بیایم جرأت کنیم بگوییم یعنی جرم زنا سخت‌تر است، سنگین‌تر است، وعید سختی در زنا آمده و همچنان در قتل وعید سختی آمده، با وجود از او مسلمان از دایره اسلام به قتل بیرون نمیشه و همچنان به ریش کل کردن از دایره اسلام بیرون نمیشه و زنش بالاش حرام نمیشه و دوباره لازم نیست که تجدید نکاح بکنه و این فتوا کاملا با نصوص شریعت در تضاد است و همچنان با نظریه اهل سنت که مرتکب کبیره را از دایره اسلام بیرون نمیدانند، با این عقیده و اندیشه اهل سنت مخالف است. پس الله تعالی ما را توفیق بدهد که اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر حالتی داشته باشیم و از کل کردن و کوتاه کردن ریش خودداری کنیم. اگر مسلمانی چنین عملی را مرتکب شد، کل کرد یا کوتاه کرد، جرأت نکنیم فتواهای بیجا بر سری از اونها صادر نکنیم، البته به طریقه درست و خوب و بهتری تلاش کنیم که اصلاح شوند. بارک الله فیکم.